حضرت عایشه 13 ساله بودن، مادر مومنات تهمت شدن. این بسیار مصیبتی وزنین در طول حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. در همسرشان یعنی تهمت شد. این به عزت و شرفی پیامبر، به ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم طعنه بود. همسری پیامبر اسلام زنش دستی به زیشت زده است، گفته منافقا سخن پهن کردن. یک ماه وحی نمی آمد. الله تعالی خبر نمیداد که همین زن پاک است یا نه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم با بعضی صحابه ها مشورت کردند، با حضرت علی و با حضرت اسامه ابن زید حب رسول الله و ابن حبه صلی الله علیه و سلم، یعنی پسری پسرخواندشان، پسری اسامه ابن پسری زید ابن حارثه اسامه داشت، نام داشت. با اسامه مصلحت کردن. اسامه گفت که امسک علیک زوجک، زنتون مستحکم دارید یا رسول الله. حضرت علی گفتن که طلاق دهید یا رسول الله. بنابراین بین حضرت عایشه و حضرت علی این کمتر نافهمایی ها بود. حضرت عایشه اگه هیچ چیزی نگفتن دیگه، فقط تا آخر عمرشون گپ نزدن دیگه. قطعی حضرت علی برای همین توصیه دادگیشون. اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم با دو جوانو مصلحت کرد. عادتا با ابوبکر و عمر مصلحت میکردن، با پیران سالها، با بزرگ سالها. لیکن در این مسئله با جوانها، چون که جوانها چیزایی میدونند که موسفیدا نمیدونند. موسفیدا دختری فلانچی خانه‌دار شدنی هستم، چه خیلی از گوید بسیار آدمی خوب است، باباش آدمی خوب بود، مادر کلانش آدمی خوب بود، پدرش هم آدمی بد نیست میگفت. اون نظری و دیگر خیلی است. لیکن این دختر هم صنفاش پرسید، میگفت که ایننده اینستاگرامش هست، ایننده فلانش هست، این فلان فلان کارهای کردگی است، یک نمود خبرهای میدوند که بنابراین از موی سفیدا نمیپرسید این خیلی خبرهای. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده از حضرت علی که جوان بودن، حضرت اسامه ابن زید که برابر نبیره هاشان بود مصلحت پرسیدن. حضرت علی برای حمایه نسبی پیامبر صلی الله علیه و برای حمایه شرفی پیامبر صلی الله علیه و گفتن که یا رسول اگر مادامی که دلتون غش میکند، زنها زیاد است، یعنی برای شما دلخواه دختر گرفته میتیم، طلاق دهید خاطرتون جمع میشد، شبهه هست. حالی نمیدانید که حضرت عایشه این کار کرده است یا نکرده است. یعنی همین خیلی گپ ها بود. بعد الله تعالی در حق حضرت عایشه بعضی علما میگن 18 آیات نازل کرد. حضرت عایشه میگن که من میدونستم که الله تعالی منو پاک میکند، چون که الله تعالی دروغ نمیگوید، الله تعالی خیانت نمیکند، پاک است و الله تعالی طرفدار مظلوم است. اینه من میدونم، من میدونستم که الله تعالی منو پاک میکند. لیکن فکر میکردم که همین جبریل اومده میگه که عایشه عیب ندارد یا پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب میبینن. همین قدر فکر میکردم. من فکر نمیکردم که در حق من آیات های نازل شود که تا روز قیامت در مسجد های تمام دنیا قرائت شود. در تمام دنیا، در تمام عصرها سوره نور تلاوت میشه در حق حضرت عایشه، در پاک بودن حضرت عایشه. من فکر نمیکردم که الله درباره من گپ میزند. من فکر میکردم که شأن من پایانتر است از آن که در حق من آیات نازل شود. در ابتدا مصیبت بود. حضرت عایشه 2 شب و 1 روز گریه کردند. حتی میگن که دیگر آبی چشم در وجودم تمام شد. بسیار مصیبتی وزنین بود، لیکن عاقبتش نیک شد. همین خیلی وقتی که به سر انسان مصیبت می بیاید، انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها. ای الله به این مصیبتم برای من اجر ده، ثواب ده. مصیبت ثواب است. وقتی که به سرتون بلا میاد و صبر میکنید، ثواب میدهد الله تعالی. و ثوابش از بعضی عبادت ها بلند است. و برای من عوضی نیک ده، عوضی نیک. الله تعالی عوضی نیک میدهد. این مصیبت میدهد، از پشتش نعمت‌های عظیم میدهد.